آقا امروز اومدم بهتون یه ترفند خیلی مخفی و جالب یاد بدم که چه جوری دراگون رو با یه وودن سورد و اسنوبال زیر 40 ثانیه بزنید لط و پار کنید. بریم با هم دیگه این ترفند رو ببینیم. دوستان وقتی دراگون اینجا استند میکنه و میاد به قول معروف اینجا میشینه، شما یه اسنوبال میگیرید و دقیقاً زیر گردنش بین سرش و بدنش میزنید، دقیقاً زیر گردنش، که وقتی شما یکی یا دو تا اسنوبال اینجوری زیر گردنش بزنید با یه وودن سورد هم راحت میتونید 4 برابر به دراگون دراگون رو واسهتون زیر 40 ثانیه میزنن. ببینیم چی جوری. آقا شما حتما نیازی هم نیست که با یه وودن سورد تلاش کنید که دراگون رو میزنید، با همون تخت معمولی هم میتونید مثل روش‌های قدیمی بزنید این دراگون. فقط لازمه که شما واسه تریک یه اسنوبال بزنید زیر گردنش. همین الان ببینید من با تخت چجوری میزنمش. آقا همونطور که دید دراگون مرد و ما فقط با یه اسنوبال و چند تا تخت تونستیم. بازم این ترفند خاصی ممنون میشم که منو ساب کنید و یه سری به کانالم بزنید.